اگر یک کیک آلبالوی خوشبافت و خوشمزه میخوای تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. این کیک آلبالو بی‌نظیره، بریم که با هم درستش کنیم. 3 عدد تخم مرغ رو با نوک قاشق چایخوری وانیل داخل ظرف میریزیم به همراه 1 پیمانه شکر. با دور تند همزن مواد رو خوب هم میزنیم تا زمانی که رنگ موادمون کامل کرمی بشه و کشدار و حجیم. بعد از اینکه موادمون کاملا حجیم شدند، روغن مایع و شیر رو اضافه میکنیم. این مرحله هم زدن اولیه خیلی مهمه توی بافت و پف کیکتون. حتما این مرحله رو کامل انجام بدید. دورگیری ظرف هم فراموش نشه. بعد از اینکه همونطور که گفتم مواد رو کامل هم زدیم، نصف پیمانه روغن مایع و 2/3 پیمانه شیر ولرم رو به مواد اضافه میکنیم و با دور کند همزن در حد مخلوط شدن هم میزنیم. 2 پیمانه آرد سفید رو با 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر با هم مخلوط کردم. از قبل 3 بار الک کردم و طی 2 تا 3 مرحله به مواد تخم مرغیمون اضافه میکنیم. تو این مرحله خیلی زیاد نباید موادتون هم بخوره که پف مواد نخوابه. بعد از اینکه آرد رو با موادتون به صورت یک دست با هم مخلوط کردید، ظرفی رو که میخواهید کیکتون رو آماده کنید رو یک مقدار کفش رو چرب کنید، کاغذ روغنی پهن کنید و مواد کیک رو بریزید داخل قالبتون. قالب من یه قالب 22 سانتی هست. 1 پیمانه آلبالو رو با 1 قاشق غذاخوری آرد و 1 قاشق غذاخوری پودر قند با هم مخلوط میکنیم و روی مواد کیکمون میچینیم. این کار باعث میشه که آلبالوها خیلی ته‌نشین نشن. من برای این کیک حدوداً از نصف پیمانه آلبالو استفاده کردم، به خاطر اینکه دخترم کیک میوه‌ای دوست نداره و مجبور شدم که از آلبالوی کمتری استفاده کنم. ولی شما حتما 1 پیمانه آلبالو رو استفاده کنید تا طعم این کیک رو کامل احساس کنید. روی کیک بچینید و فرتون رو از قبل با دمای 160 درجه خوب گرم کرده باشید. قالب رو بذارید داخل فر به مدت 45 تا 50 دقیقه. هر زمان که اطراف کیکتون رنگ گرفت و روی کیکتون هم رنگ گرفت، نشون دهنده پخت کامل هست. حتی با یک خلال چوبی میتونید کیکتون رو تست کنید. اگر از کیک به خلالتون نچسبید، یعنی اینکه پختش کامل شده و باید از داخل فر خارج کنید. این هم از کیک آلبالویی ما. همونطور که گفتم شما حتما از آلبالوی بیشتری استفاده کنید که لذت بخش تر میشه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم این کیک آلبالوی خوشبافت و خوشمزه رو تهیه کنی و از خوردنش لذت ببرید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.